راههای رسیدن به جزیره خدا آهسته و مرتب، گامه‌هایی که به سوی جزیره خوشبختی و خدا برداشته می شود گامه‌های با شتاب و تندی نیست. در این وادی آزادی و رهایی آنچه که ملاک و معیار عمل کردها می باشد حجم و یا کمیت کارها نیست، بلکه ملاک آن است که گامها درست و مرتب برداشته شود. سالک آن نیست که کارهای زیاد انجام می دهد و تند و سریع می رود، بلکه سالک آن است که آهسته و مرتب و صحیح می رود. رونده به سوی جزیره خوشبختی و خدا می بایست عقاید و افکارش را تصحیح و مرتب و حتی کم نماید. لازمه گام‌های آهسته و مرتب حجم و کمیت نیست، بلکه لازمه گام‌های آهسته و مرتب کیفیت و صلابت و خلوص کارهاست. چرا سالک الله مأمور نیست و یا لازم نیست که گام‌ها و کارهای زیاد انجام دهد؟ چون برای به دست آوردن و یا انجام کارهای فراوان انسان مرتکب شتاب می شود و در نتیجه با متهم نمودن و یا ظلم به دیگران آدمی می خواهد زیادتر از غیر خود داشته باشد و این با اصل خوشبختی منافات دارد. قید آهسته و مرتب در جلو رونده به سوی جزیره خوشبختی و خدا این امکان را به او میدهد که نه تنها نباید با شتاب جمع و تکثیر کند، بلکه وظیفه او این است که با آهستگی و ترتیب تا آنجا که ممکن است در امور و گامه‌هایش کیفیت و صلابت و خلوص داشته باشد. با همین کیفیت و صلابت و خلوص است که آدمی میتواند امورات و گامهای خود را تدبیر نماید و به خاطر حوصله و عدم شتاب میتواند از چنددلگی و شرک تهمت به دیگران خلاصی یابد. مرحله آهسته و ترتیب این امکان را برای انسان فراهم می‌آورد که دامن خود را از دنیای رنج و غم و اندوه جمع نماید و در دنیای خلوت و انس خود آنگونه با خود کنار آید که شایسته اوست. در دنیای خلوص و انس است که آدمی میتواند به معرفت و شناخت بهتر و راحتتر دسترسی پیدا نماید، شناختی که نتیجهش اطمینان و آرامش است. در سن و سال درستی که انسان تصمیم قاطع میگیرد تا به طرف جزیره نجات برود سن و سالی است که کم و بیش تجربه بسیاری از کارها را دارد. بنابراین سالک در گامهایش به طرف جزیره خدا در عین آن که احتیاج به کار و تلاش دارد احتیاج به حجم و یا کمیت آن ندارد. یعنی حجم کارها و کمیت کارها ملاک و معیار نیست، بلکه ملاک مرتب بودن و صحیح بودن آنهاست. چون نتیجه های طولی و عرضی در عرض و طول کارهای درست و مرتب و منطقی قرار دارد و این قانون جزء سنت لا تبدیلای صاحب جزیره است. آدمی هرچه بکارد همان را می‌درود
تابلوی آهسته و مرتب در جلو چشمان سالک حامل این پیام است که جمع نباید بلکه کم باید، چون مقام جمع و تکثیر قبل از تصمیم و تحول انسان است. در مقام جمع و تکثیر که انسان مرتکب شتاب و عجله می شود، آدمی سعی می کند با هر قیمتی که شده است برای خدایش کار کند و جمع نماید و به اصطلاح ثوابها جمع آوری نماید. و در این چنین وضعیت که در او آهستگی و ترتیب وجود ندارد، انسان به طرف دنیای آزادی و رهایی و خوشبختی و خدا نخواهد رفت، به طرف غم و اندوه و ماتم کشیده خواهد شد. چون در مقام جمع کردنها و کارهای با شتاب انسان بالاخره خسته و ناتوان می شود، در حالی که آهستگی و ترتیب به انسان توان و امکان تجهیز قوا را می دهد. هرچه کمتر و پاکتر بهتر، نه که هرچه بیشتر و غیر خالصتر بهتر. نه، هرگز چنین نیست. کارها باید درست انجام شود، درست، مرتب، با صلابت، با خلوص، با کیفیت. ببینید چرا جزیره خدا در دسترس همگان قرار ندارد؟ چون بدون ترتیب از هر کجا چیزی جمع می آورند، در حالی که جمع کردن ملاک نیست، جمع کردن هنر نیست. کم کردن و یا کم شدن تا به درجه خلوص ملاک و معیار کارهاست. این کلام خود صاحب جزیره است. صاحب جزیره خوشبختی فرموده است که الا لله الدین الخالص، من از شما چیزی نمیخواهم بلکه به نفع شماست که کارهایتان خالص و گوارا باشد. و از ساکنین آن جزیره فرموده است که یکون الخلاص فی الاخلاص، خلاصی از هر رنج و درد و غم و ماتم و اندوه در همین کم شدن و کم کردن تا به درجه خلوص است و بس. خطای شتاب و عجله آسیبهایش ویرانگر است. بسیاری از خواهانان وصل و نیل به جزیره خوشبختی خدا از همین ناحیه دچار صدمات و لطمات فراوان شده و می شوند. آهستگی و ترتیب در امور فرصتی را برای سالک فراهم می آورد که تا او صحن و سرای وجود خیش را از شبهات و شرک و چندلگی پاک و در نتیجه وجودش را به نور خلوص منور نماید. آهستگی و ترتیب مقام خلوتی را برای انسان فراهم می آورد که تا او دریابد چرا آرزوهایش بدون پاسخ و اجابت می ماند. آهستگی و ترتیب فرشته نجات انسان از دست یأس و ناامیدی هاست. چون سالک به خاطر داشتن فرصتهای مناسب و مفید حاجتها و آرزوهایش را یکایک بررسی و آنها را به گونه‌ای درست و منطقی مرتب می نماید که تا نتیجهش در رسیدن به جزیره خدا قطعی باشد. و این هدف
تنها در خلوت و انس به طور آهسته و مرتب ممکن و میسور می باشد و به مناسبت خلوص و پرهیز از شرک چندلگی ترانه‌ای از شیخ ابو سعید ابوالخیر تلاوت می کنم تا توشه و زاد سفرتان گردد. ای نه دله 10 دل دل یک دله کن، آنچه که غیر ماست آن را یله کن. یک شب به اخلاص بیا بر در دوست، گر حاجت تو بر نیامد آنگه گله کن. درود بر همه کسانی که گامهایشان را با صلابت و با کیفیت و با نهایت خلوص به طور آهسته و مرتب بر می دارند. پنجه چله 2011